بعد گفتن که و کنز لا تخاف علیه لصا خفیف الحمل یوجد حیث کنت. علم کنز است. گفتن کنز، گنج. کنز گفته در زمانهای قدیم طلا و نقره را میگفتن. اگر در یک جا طلا و نقره را ذخیره کنن کنز میگفتن. و کنز لا تخاف علیه لصا. علم یک کنزی هست که از دزد نمیترسی. مردم در زمانهای قدیم برای انتقال طلا و انتقال نقره از این کشور به آن کشور خیلی عذاب میکشیدن پیش از برآمدن پولهای نقدی. و الان به عوض آن مثلا در زمان ما این کارت‌های و حساب‌ها برآمد. به هر حال از دزدها ترسیده می شود. رقم سری را دزدیدنش ممکن، رقم سری را کشادنش ممکن، دزدیدن مبلغ از طرف خکرها ممکن است. لیکن علمی که در قلب حفظ کرده ای، کنز لا تخاف علیه لصا، یک کنزی هست که حتی از دزدها پروا نداری. خفیف الحمل یوجد حیث کنت. برداشتنش سبوک است. در کجایی که باشی هست همراهت. مسجد می روید علم همراهت. بین مسجد و بین خانه پیشتر مردم علما را لازم می گرفتن. ما اینه به چشم ما دیدیم. از خانه عالم تا مسجد مردم سوالهای خود، حاجتهای خود را می پرسیدن. و از مسجد تا خانه عالم. و استاد ما شیخ محمد شنقیطی می گفتن که وای بر حال آن عالم، وای بر حال آن دکتر و پروفسوری که بلندترین عنوان علمی را گرفته است و یگان انسان از وی سوال نمیتید، علم نمیپرسند. یعنی علمی او علمی بی برکه است، مردم از وی فایده گریه کند. به این حالتش میگم کدام آدمی که علم داشته باشد، دکتر باشد و یگان آدم از وی یک احکام شریعت را نپرسد، بر این حالتش گریه کند که الله تعالی او را برای چی به این بهترین راه که تعلیم شریعت، رسانیدن امر الله و رسول موفق نکرده است، به این حالتش گریه کند. میگم بر کجایی که رفتید علم همراه شما هست. پول همه وقت گرفته نمیشد. کارت در خانه مانده است، تلفن در خانه مانده است، پول در خانه مانده است، پول در بانک است. حتی اگر انسان زندانی شودم علمش همراهی خودش است. پولدارها پولاشون برده نمیتونن، صاحبان باغاشون برده نمیتونن، کم کم میبیاد. لیکن علم همراهی صاحبش هست و کنز است. واقعا چیزی مبارک است. الله تعالی میگه که کتاب انزلناه الیک مبارک. این کتاب از قرآن کریم ما به تو نازل کرده مبارک است. و الله تعالی هم در سوره عنکبوت میگه که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکه این قرآن آیات های بینات است، پر علم است. فی صدور الذین اوتوا العلم، در قلب آنهایی که علم داده شده. علم در قلب آنها هست. علم کنزی هست که از دزد نمیترسی. حتی اگر دزد شما را دستگیر کند، جراحت کند قلبتان یا عقلتان، اختلاف است که علم در عقل است یا در قلب است. قول صحیح همین که علم در عقل هست میگن، یعنی در دماغ است، در سر انسان است، ولی ادارهش در قلب است. اگر مثلا دزدها یک عالم قپیدند، جراحت کردن، خواه قلبشه خواه دماغشه، نمیتونن علم از آنجا بریده پرتایند. برای آنکه علم معنوی هست. علم حتی در قلب و در دماغش کافته نمیآورند که بریده پرتانو بعد جراحت و یک آدمی بی علم شود. و کنز لا تخاف علیه لصا. علم یک کنزی هست که از دزد نمیترسی. خفیف الحمل یوجد حیث کنت. برداشتنش سبوک است. هر کجایی که هستی علم آنجا هست. بنابراین امام شافعی گفتن که علمی معی حیث ما یممت یتبعنی قلبی وعاء له لا جوف صندوق ان كنت في البيت كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق. علم همراهی من است هر کجایی که باشم. گفتم و قلب من ظرف علم من است، صندوق علم من است. اگر در خانه باشم علم در همراهی من در خانه است، اگر در بازار باشم علم در بازار است،
ابو محمد علی بن حزم ظاهری رحمت الله علیه وقتی که خلاف 4 مذهب گپ میزدن، مذهب ظاهری زنده کردن، کتابهاش سوزاندن مردمی متعصب های 4 مذهب. بعد گفت که فین یحرق القرطاس لا یحرق الذی تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. اگر دفترهای سوزانیده باشند، اداره اساس سرچشمه ای که از آنجا برآمده به دفتر نوشته شده است اونجا رو نمیتونن نیستون. علم در صدر من است، هر کجایی که رفتم علم همراهی من است. اگر در یک جا قرار گیرم قرار میگیرد، حرکت کنم حرکت میکند. و یدفن فی قبری، در قبرم همراهی من دفن میشد. بنابراین احمد بن خلیل گفتن که لیس بعلم ما حوا القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. آن چیزی که در داخل کتاب‌های دفترها هست او علم نیست، بلکه علم آن چیزی که در قلب است. گفتن امام احمد ببینید یحفظ الف حدیث، 1,000,000 حدیث از یاد میدانستند. هم حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم در نظر داشته شده است و هم سخن های صحابه ها و سخن های تابعین هم همیهان همش حدیث میگفتند. 1,000,000 حدیث از یاد میدانستند. ابو زرعی رازی 700,000 حدیث میدانستند. در تدریب الراوی امام سیوطی آوردند. و سبکی در طبقات شافعی کبرا از غزالی یک نقلی کردند. میگن که غزالی وقتی که علم میگیرد و به شهر خودش روانه شده میستد، در خورجینش کتابها داشت، چیزهایی که نوشته بود علم را دزدها میدزدند. بعد از خفای دزدها میدعوت، التماس میکند، به نام الله میترساند که ای مردم آن چیزی که در این خورجین ها هست این علم است، این پول و مال نیست، چیزی که به شما درکار نمید، از این چیز شما فایده هم نمیگیرید. بعد گفت که چی است؟ گفت همین تعلیقات من از هر چیزی که من علم گرفتم نوشتم. حتی میگویم که بعضی ها مبالغه کرده، همه چیز رو نوشته بود. یگان چیز حفظ نکرد، حتی و علیکم السلام و رحمت الله گفتن به سلام کسی هم نوشتگی بود. یا آدم سلام تید از کتابا خوانده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میگفت. میگن شاید مبالغه باشه، یعنی حفظ نکرد هیچی رو. بعد دوز نصیحت میکنه، اول مسخره میکنه، عیب میکند که آخه این علم باید به حفظ میکردی. بعد میگن رفته علم گرفت. و این وزیر نظام الملک هم نقل کرده از در بعض کتاباش. وزیر میشناسید؟ وزیر نظام الملک وزیر الپ ارسلان بود و وزیر فرزنداش نبیره هاش بود. یک وزیری کلام گذشته از وزیری سلجوقی ها و هم در بعض کتاب هاش همین قصه نقل میکنند. مقصد همین که علم را باید انسان حفظ کند. طالب علم باید علم را حفظ کند. برای یکی از فایده های علم همین که علم در هر کجایی که عالم هست علم همراه خودش هست.